چطور میتوانیم از شل شدن پیچ‌ها جلوگیری کنیم؟ معمولاً هنگام بستن واشر اضافه می‌کنیم، اما واقعاً چقدر مؤثرند و آیا واقعاً مهره‌ای وجود دارد که هیچ وقت شل نشود؟ برای فهمیدن این موضوع، مهندسان از آزمون جونکر استفاده می‌کنند، یکی از سخت‌ترین تست‌های لرزشی دنیا. این آزمون اندازه‌گیری می‌کند یک مهره زیر لرزش مداوم با چه سرعتی شل می‌شود. اول مهره را بدون واشر تست می‌کنیم، فقط بعد از 4 ثانیه نیرو مستقیم به 0 سقوط می‌کند. بعد یک واشر فنری معمولی امتحان می‌شود. کمی بهتر عمل می‌کند، اما باز هم حدود 4 ثانیه بعد نیرو فرو می‌ریزد. حالا نوبت مهره قفلی نایلونی است. در برابر شل شدن مقاوم است و زیر لرزش عملکرد بسیار بهتری دارد. سپس از یک ترکیب دو مهره استفاده می‌کنیم. در ابتدا خوب عمل می‌کند، اما در نهایت نیرو دوباره کاهش می‌یابد. تمام این مهره‌ها شل می‌شوند چون وابسته به استحکاک هستند و لرزش استحکاک را نابود می‌کند. به همین دلیل سر می‌خورند و شل می‌شوند. اما واشرهای وژلاک متفاوت است. آنها از 2 صفحه درهم قفل شونده استفاده می‌کنند که یک اثر گوه‌ای ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد مهره در هیچ جهتی بچرخد و تست نشان می‌دهد که حتی تحت لرزش مداوم هم ثابت و محکم باقی